و یکی از چیزایی که ما و شما افغان ها بسیار در اون ضعیف هستیم مدیریت خشم و عصبانیت است. عزیز دل من خفه نشین، زیاد مردم های عصبانی هستیم، زیاد خشمگین هستیم، چنان نقطه ایستیم که فقط یک لغزش پای کسی را پیدا کنیم سر ما عید است، عید. آبیا در دین میگه عیب پوشی که تو خدا عیب کسی برات نده. جشن از دی وطن فقط عیب کسی را بیافد. نقطه ایستیم. دو و دشنام دادن اتر از بر ما مثل آب نوشیدن. یک قدر وقت افطار از نوشیدن آب کس لذت نمیبره که از دو زدن در فیسبوک هم دیگر لذت میبره. کدام روز از شما جنگ دی وطن نمیبینیم؟ فقط بگوین